قصه امروز ما قصه ترس و وحشتیه که به دل مردم اطراف تهران انداخته شده بود. قصه مردی که به قاتل کلاه نمدی یا شبح چاه‌های قنات معروف شده بود. همه چیز از اواخر زمستون سال 1341 شروع شد. یک کارمند دادگستری که با خانواده‌اش رفته بودن اطراف ورامین یه مسجد قدیمی رو می‌بینن. چشمشون به یک کارد خونی و لکه‌های خونی دیوار شبستان میفته. رد خون رو که تا کنار چاه میگیرن، متوجه میشن که تا همونجا ادامه داشته و یهو تموم شده. وقتی ژاندارمری میاد، یکی از مامورا با طناب میره توی چاه. یه فریادی میکشه که اولین قطعه از این پازل وحشتناک رو پیدا میکنه. جسد بی سر یه جوون بلیط فروش به اسم مهدی حیرانی که متاسفانه قبل از مرگ بهش تجاوز شده بود. اما این تازه شروع ماجرا. چند وقت بعد جسد یه زن توی قنات دولت‌آباد پیدا میشه و بعد از اون جسد یه نوجوان توی شترخوان. همون الگویی که اصغر قاتل پیش برده بود. یکی از قاتلای معروف قدیم ایرانی. الگوی قتل‌ها یکی بود: تجاوز، بستن دستاشون از پشت و بعد کشتنشون و انداختنشون توی چاه. مردم ورامین دیگه رسما داشتن از ترس دیوونه میشدن. فکر کردن یه بچه خوره تو شهرشون پیدا شده که بچه‌ها رو میدزده و میخوره. همزمان یکی از پرونده‌های بی ربط دیگه هم جریان داشت: دزدی دوچرخه توی تهران و فروشش توی ورامین با مدارک جعلی. پلیس سارق رو دستگیر میکنه و اون همدستش رو لو میده. همدستش هوشنگ امینی بود. وقتی پلیس میره دم خونه هوشنگ، اون فرار میکنه و این باعث میشه شک پلیس بهش بیشتر بشه. یکی از افسرهای پرونده یادش میاد که هوشنگ امینی رو چند سال پیش در حالی که داشته به یه جوون تجاوز میکرده و سرش رو میبریده دستگیر کرده بوده. حالا دیگه شکی نبود که این پرونده ها به هم ربط دارن. اما این هوشنگ امینی کی بوده؟ یه جوون 26 ساله، لاغر، ژولیده که همیشه کلاه نمدی سرش بود. شاگرد شوفر بود، اما از کارش اخراج میشه. بیشتر به الواتی، زورگیری، باجگیری معروف بوده. خانواده درستی نداشته. پدرش کارگر اخراجی بوده و برادراش همزمان که از کارشون اخراج شده بودن، مواد فروشی رو شروع کرده بودن. پکیج کامل خانوادگی. بالاخره مامورا هوشنگ رو توی خونه خواهرش در حالی که تو صندوق لباس قایم شده بود دستگیر میکنن. اما هوشنگ زیر بار نمیرفت و میگفت من آزارم به مورچه‌ام نمیرسه. چقدر عجیب. اون انقدر خونسرد بود که توی بازجوییاش جوکای رکیک تعریف میکرد و میخندید. تا جایی که پای 2 نفر به پرونده باز میشه: محمد بلوری، خبرنگار روزنامه کیهان، و پرویز یاحقی، آهنگساز و ویولونیست مشهور اون زمان. هوشنگ یکی از طرفدارهای پراپاگورس یاحقی بود. وقتی اون رو توی زندان میبینه، شروع میکنه تمام قتل‌هاشو با جزئیات برای اون تعریف کردن. انگار یخش آب شده بوده. این اعتراف در حضور محمد بلوری، خبرنگار روزنامه کیهان اتفاق میفته و اون هم همه اتفاقها رو به سردبیرش منتقل میکنه و روزنامه کیهان هر روز یکی از این جنایت‌های بزرگ رو ثبت میکنه. به طوری که افسر پرونده به روزنامه کیهان التماس میکنه که آدرس همه اجساد رو یک جا ثبت کنه که کارشون راحت تر باشه. یکی از فجیع ترین قتل‌های هوشنگ امینی قتل ارنست لانگه، یک کارمند آلمانی شرکت زیمنس بود که گم شدنش داشت تبدیل به یک بحران بین‌المللی برای ایران میشد. هوشنگ اعتراف کرد که لانگه رو مست توی خیابون دیده. اون رو به بهونه‌ای میکشونتش تا قبرستون مسگرآباد و اموالش رو میدزده. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. اون لانگه رو میکشه و جسدش رو میندازه توی چاه و با این اعتراف معمای 24 ماهه گم شدن لانگه حل میشه. هوشنگ تا الان به قتل 67 نفر اعتراف کرده، اما تا الان فقط جسد 23 نفر پیدا شده. یعنی چه بلایی سر اون جسدهایی که هنوز پیدا نشدن اومده؟ قربانیای هوشنگ از هر قشری بودن: زن، مرد، پیر، جوون. اما بیشترشون میدونین کیا بودن؟ پسر بچه‌های کار. اون میگفت که از صدای خرخر کردن قربانیاشون موقع بریدن سرشون لذت میبرده و الگوش اصغر قاتل بوده. میخواسته فساد رو از جامعه پاک کنه. اون انقدر بیرحم بود که یک کیسه نایلونی داشت پر از گوش و بینی اعضای قربانیاش و اون رو با وقاحت تمام به بقیه نشون میداد. یه روز مادر هوشنگ با لباسای خونیش به ژاندارمری میره و از اونا میخواد که بچه جنایتکارش رو مجازات کنن. اون میگه که هوشنگ هر شب با لباسای خونی میاد خونه و میگه دعوا کردم. در نهایت هوشنگ امینی به اعدام محکوم میشه. قرار بوده اونو تو میدون توپخونه یا همون سپه سابق اعدامش کنه. هوشنگ شب قبل اعدام با خونسردی گفته بود اگر این دستگاه بخواد منو بکشه به حال داره تأثیری نداره. کشتن من چیزی رو حل نمیکنه. برید علت رو پیدا کنید. امثال من 3000 نفر تو تهران ریخته. باورم نمیشه یه نفر قبل از مرگش انقدر میتونه وقیح باشه.
آخرین خواسته هوشنگ قبل از مرگش دیدن پرویز یاحقی بود. وقتی اونو بغلش میکنه بهش میگه که میخواستم آخرین نفری که تو دنیا میبینم تو باشی. سحرگاه 30 مهر 1342 هوشنگ امینی قاتل کلاهنبردی پای چوبه دار رفت. بلندگوی مأمور اعدام رو گرفت و قبل از اجرای حکم شروع به آواز خوندن کرد. یه غزل از حافظ. این چه شور است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. داداش تو خودت یکی از پایه‌های فتنه بودی. با مرگ هوشنگ امینی که از تاریک‌ترین پرونده‌های جنایی ایران بسته شد. اما بازم اگر دوست داری که از این پرونده‌ها رو بشنوی میتونی یه سر پلیلیست پرونده‌های جنایی ایرانی ما بزنی. کانال اگزیت کد رو سابسکرایب کن تا از پرونده‌های بعدی ما جا نمونی.